مربوط به مشخص‌سازی خط سرحد و گذراندن کارهای معین‌کنی و علامت‌گذاری در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان، معاونان سروزیران این دو کشور واخوری و گفت و شنید انجام دادند. ملاقات عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف دیروز 16 اکتبر در شهر بادکنت قرقیزستان برگزار شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان، امامعلی رحمان و سارونبای جیمبکوف، پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اشقابات ترکمنستان ضمن برگزاری نشست سران اتحاد دولت های مستقل با موافقه رسیده بودند که این واخوری معاونان سروزیران دو کشور در شهر بادکنت صورت گیرد. در این ملاقات جانب‌ها در مورد فعالیت دائمی گروه‌های کاری برای حل سریع مشخص‌سازی خط سرحد به توافق رسیدند. گفتنی است در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در خود یک سال اخیر 12 مراتب مناقشه‌های خونین به عمل آمده، جان چندین نفر تلف و ده‌ها نفر زخمی شدند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است و تاکنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. بحث و گفتگو سری مناطق باقی مانده سالهاست ادامه دارد، ولی تا حال نتیجه دلخواه به دست نیامده است.